اتحادیه اروپا شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را تنقید کرده و گفته است که آن موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفت. دفتر مطبوعات کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اتحادیه با خلاصه‌های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق است که گفتند انتخابات تاجیکستان با قانونشکنی صورت گرفت. ناظران سازمان گفتند انتخابات آرامانه برگزار شد ولی چند اندیشی و رقابت واقعی نداشت و مقامات تاجیکستان در کارزار پیش از انتخاباتی برای مخالفان مانع‌های زیاد ایجاد کردند. در انتخابات روز 6 نوامبر امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان پیروز شد. یکی از بازارهای بزرگترین شهر دوشنبه یک ماه باز است که به نیروی برق کار میکند. تاجران بازار سخاوت میگویند گناه رهبریت این بازار است که پول نیروی برق را نپرداختند و از این رو انتقال آن را قطع کردند. رهبران بازار میگویند مشکل در تجهیزات تقسیم برق است که باید به زودی حل شود. تاجران بازار سخاوت در دوشنبه منتظر وعده رهبران بازار نشده و با هر راه دکانهای خود را روشن و گرم میکنند. در چارچوب هفته بین المللی تحصیل، سفارت آمریکا در دوشنبه با برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون جوانان تاجیک را با برنامه‌های تحصیل و حیات دانشجویان در ایالات متحده آشنا می‌کند. در این نمایشگاه و چاره‌بینی‌ها داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا می‌توانند شرط و شرایط گرفتن روادید برای تحصیل و برنامه‌های تعلیمی در دانشگاه و مؤسسه‌های تعلیمی ایالات متحده آگاه شوند. سالانه از تاجیکستان 500 نفر بر طبق برنامه‌های گوناگون برای تحصیل به آمریکا می‌روند. در یک کارخانه کارکردی پخته در کولاب جوانان لولی را به کار جلب کردند و بعضی از آنها میگویند دیگر در بدر مردم گدایی نخواهند کرد. حالا در کارخانه زرهم بیشتر از 40 جوان لولی کار میکنند و به گفته رهبران کارخانه با معاش مناسب و جای خواب و خوراک تامینند. در بدر گشتن و تلبندگی کردن یک عادت بابایی لولیان در تاجیکستان است ولی بعضی از آنها این عادت را به تدریج ترک کردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 2013 آغاز یافت که در آن اکثرا شرکت‌های ایرانی مال و محصولات خویش را به نمایش گذاشتند. کارخانه‌های روسیه و افغانستان نیز تولیدات خود را برای پیدا کردن بازار در تاجیکستان به این نمایشگاه آوردند. مقامات رسمی تاجیکستان امیدوارند که با برگزار کردن چنین نمایشگاه‌ها در جلب سرمایه‌گذاران به اقتصاد و ورود تکنولوژی‌های معاصر و تأسیس جای‌های کاری نو در کشور مساعدت می‌کنند. اخبار از این هم بیشتر با ویدیو و عکس در تارنمای رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم در ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.